یه نفر همیشه دیر میکنه. حتی گاهی تصمیم گرفته که دیگه هرگز دیر به محل کار یا ملاقات نره، ولی هر بار این اتفاق میافته. یه نفر دیگه همیشه دقیقه 90 کارا رو انجام میده. فقط شب امتحان درس میخونه و دقیقه 90 حاضر میشه و تو آخرین لحظات ممکن خودشو به فرودگاه میرسونه. یه نفر دیگه حتی اگه تمام جهان دست به دست هم بدن تا به اون موهبت آسودگی و فراغ بال و هدیه بدن، بازم به دنبال انجام کارهای نشده است و بابت لحظه های از دست رفته احساس گناه میکنه. این حالتها نشان از اعتیاد به استرس و ترشح آدرنالین ناشی از اونه. زیرا به خاطر همین استرس همیشگی احساس مهم بودن و مشغولیت زیاد دارن. اعتیاد به استرس باعث میشه فرد همیشه در موقعیت‌های استرس‌زا قرار بگیره و حتی زمانی که محیط و شرایط اطراف آرومه، از نداشتن استرس میگیرن. اما این موضوع غیر قابل درمان نیست و میشه از اون رهایی پیدا کرد. وقتی در مورد اعتیاد صحبت میکنیم، معمولاً فوراً وابستگی به مواد خاص یا رفتار خاص رو تجسم میکنیم. اما باید بدونیم آدم‌ها میتونن به استرس هم معتاد بشن. در واقع این اعتیاد به سطوح بالای کورتیزول و آدرنالینه. بهتره همیشه با دید بد به استرس نگاه نکنیم. این یک مکانیزم طبیعی در مغزه. این امر به ما کمک میکنه رفتارهایی برای رویارویی با چالش‌ها و حل مشکلات و مقابله با تهدیدهای خاص آغاز کنیم. در واقع به لطف این پاسخ روانی فیزیولوژیه که ما به عنوان یک گونه جان سالم به در برده ایم. با این حال وقتی این حالت به عادت تبدیل بشه دیگه سالم و مفید نیست. اعتیاد به استرس شخصی رو تعریف میکنه که الگوی ثابتی از درگیر شدن در فعالیت‌هایی نشون میده که باعث فعال شدن بیش از حد سیستم عصبی سمپاتیک بشه. ناگهان مغز آنها به ترشح مداوم و افزایش آدرنالین و کورتیزول عادت میکنه و در نتیجه سیستم‌های پاداش عصبی اونها رو تقویت میکنه. اعتیاد به استرس ناسالمه و منجر به رفتارهای خودویرانگر خطرناک میشه. به طور مثال این افراد نیاز دارن که ذهن و بدن خودشونو در شرایط استرس‌ها به حد نهایی برسونن و اگر به حد نهایی ترشح کورتیزول و آدرنالین نرسن احساس خوبی ندارن. در ادامه به بعضی علائمی که نشون از اعتیاد به استرس میده اشاره میکنیم. تحمل کم برای عدم تحرک. این افراد ناتوانی در استراحت دارن. ذهن این افراد به قدری به انجام چند کار، نگرانی و فعالیت مداوم عادت کرده که نمیتوانند بی‌تحرکی و استراحت رو تحمل کنند. کمالگرایی افراطی. برای فرد معتاد به استرس کافی نیست که وظایف خود را به خوبی انجام دهد. او باید به برتری برسد و معمولاً اهداف غیر ممکن و دور از دسترس انتخاب می‌کنند که گاهن به سرخوردگی منجر میشه. رقابت پذیری بالا. این افراد خود را به شدت رقابتی می‌بینند. این ویژگی به خودی خود می‌تواند دستاوردهای بزرگی داشته باشد، اما گاهی فرد را طعمه حالتهای اضطرابی بالا می‌کنه و همیشه چیزی یا کسی برای به چالش کشیدن این افراد وجود داره و تقریباً بدون اینکه متوجه شوند سطح آدرنالین یا کورتیزول آنها دائما بالا و فعال میمونه. رفتارهای پرخطر. گاهی فرد رفتارهای مخاطره آمیز میکنه تا برای لحظاتی دوز بالای آدرنالین رو در اختیار بدن قرار بده، مثل رانندگی سریع یا مصرف مواد مخدر و الکل. مورد بعدی علائم جسمیه. وقتی استرس به اندازه کافی مدیریت و تنظیم نشه به جسم آسیب‌هایی میزنه، مثل سرگیجه، سردرد، بیخوابی و تپش قلب بالا که در پی اون سیستم ایمنی هم ضعیف میشه. اما چگونه به اعتیاد استرس غلبه کنیم؟ برای اینکه راه‌های مقابله با اعتیاد استرس رو مرور کنیم، لطفاً این ویدیو رو لایک کن. اگه علائمی که در این ویدیو در مورد اعتیاد به استرس گفته شده رو دارید، تا آخر ویدیو همراه ما باشید تا روند بازیابی به حالت اولیه و به آرامش رسیدن براتون شروع بشه. ابتدا باید در مورد اتفاقی که براتون میفته با نزدیکانتون صحبت کنید. حمایت اجتماعی کلیدیه که به شما آگاهی برای تغییر میده. طرز نگاه به خود و عزت نفستون رو تقویت کنید. برای این هدف این ویدیو از کانال روانسبز و
حتما مشاهده کنید. روش‌های تنظیم و کاهش استرس را متناسب با شرایط و عملکرد خودتون یاد بگیرید. مثلا در نظر بگیرید با چه کاری آروم میشید. قدم زدن یا به یک محل جدید رفتن یا صحبت کردن با کسی که دوستش دارید. ورزش یا فعالیت‌های جدید به ایجاد شبکه‌های جدید مغزی کمک زیادی میکنه و احساس خوشایندی به شما میده. تنفس‌های عمیق و مرتب در شبانه روز و مراقبه کردن به آرامش و سکون ذهن کمک زیادی میکنه. یک فرمول جدید با کمی تغییر بهینه در روند کاری خود ایجاد کنید، مثل تغییر تایم کاری یا تغییر در روش انجام کار. یاد بگیرید که برای استراحت کردن یک تایم مجزا و نگاه جدید ایجاد کنید و تصورتون رو از استراحت اصلاح کنید. مطمئناً بعد از رعایت کردن این 7 قدم اعتیاد به استرس کم میشه و آرامش واقعی رو لمس میکنید. اگه میخوای ذهنت پاکسازی بشه، حتما این ویدیو از کانال روانسبز رو مشاهده کن. پیروز و موفق باشی رفیق.